درخت دوستی تقدیم میکند. یک صحابه ابو جعفر گفت این صحابه نزد رسول خدا آمد گفت یا رسول الله، گفت ای حبیب خدا، وقتی که چهره پیامبر را تماشا کرد، موی سفید پیغمبر را تماشا کرد، ریش‌های مبارک سفید شده رسول خدا را تماشا کرد، گفت ای حبیب خدا، من ترا می‌بینی موی سفید شده، موی‌های سفید شده، موی‌های سر سفید شده. پیامبر عجیب سخنی گفتند ای ابا جعفر شیبتنی الهود و اخواتها، گفت میدانی مرا چی پیر کرد؟ گفت مرا سوره مبارکه هود و برادرای سوره مبارکه هود مرا پیر کرد. سوره مبارکه هود در احوال روز قیامت صحبت میکند، حالتهای روز قیامت را بیان میکند، سختی‌ها و دهشت و گرفتارهای حساب و کتاب، همون حالتهایی که مسلمان و کافر و منافق در این دشت عرصات روز قیامت در یک حالت وزین گرفتار میشود، در همین قرار دارند، همین موضوعات را صحبت میکند. و من از فکر اندیشه زیاد از غم امت مردم مویهای سر سفید شده. سوره تکاثر و سوره کوبرت و سوره حاقه و سوره قارعه را وقتی که فکر اندیشه میکرد، مویهای مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم سفید شده. امروز مویهای ما سفید میشود به خاطر چی؟ خانه چکار کنیم که یک خانگه دارم دو خانگه کنم، چکار کنم که آب دارم مرسدس شود، چکار کنم که صاحب پول و مال نمیدانم ویلا و تنگه و دلار سامانی شود. این فکرها اگر مویهای ما سفید کنند، پیامبر صحابه های پیغمبر فکر قیامت سفید میکرد.